جشنواره فیلم عمار. زامن این کو زامن واه سینمای فتنه به طور کلی در 9 دی سال 88 فتنه‌گران آمده بودند، به موقع وارد شدید تو دهنی به اینها زدید، سفره‌شون رو جمع کردید. یک رویدادی مثل فتنه 88 اون در واقع اون رویداد سیاسی اجتماعی مهم در اون موقع و این شبهه‌ای که ایجاد شد نیاز به یک تحلیل رسانه‌ای داشت. جرقش از اونجا خورد. از اونجا اعمار شروع شد. از اول انقلابم بوده. اسمش عمار نبوده ولی تو تمام جشنواره‌های دیگه پخش بوده. اینجا متمرکز شده چون ما نیاز داریم به گردانسازی تو جنگ نرم. سینما چیه؟ سینما راسته؟ ما کل سینما رو خوردیم. سلحشور که کار خود را به عنوان بازیگر تئاتر و سینما در دوران بعد از انقلاب آغاز کرده بود، در چند تئاتر بازی کرد و سپس در فیلم‌های سینمایی دفاع مقدس نقش ایفا نمود. No, 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 no. ¿Cómo yo? ¿Qué verga? ¿Cómo le reí? ¿Qué pasa? ¿Cómo verga? ¿Qué verga? ¡Ah!
دوم وایسیم ببینم این چیه. نمیدونم چیه. ماشاءالله. بسن آقا علامت رو بفرست. آقا بنام تو میدم. زمین. آقا علامت رو بفرست. قربان شما. ابتدای داستان یه روحانی بدون عمامه در حال اقامه جماعت، نگاه پرسشگر جوانی که در پشت سر او ایستاده و پیشانی زخمی و دردی که او احساس میکنه در پیشانی خودش و در سر خودش. با این تعلیق و ابهام بیننده شروع میکنه. بعد ریاکشن های افراد مختلف بعد از برخورد به این علمک، یه مشکلی که در زندگی روزمره مردم هست و راه حل های مختلفی که مردم براش پیدا میکنن. بعد داره در واقع این فیلم داستانی برای ما روایت میکنه که نه هشدارهای اون سرباز، نه دستمال یزدی اون یکی، هیچ کدوم از اینا مشکل رو حل نکرد. چیزی که او رو حفظ کرد این عمامه ای بود که این روحانی گذاشته، فداکاری کرده، عمامه‌ش رو اینجا گذاشته، حاضر شده بدون عمامه به مسجد بیاد، اما یک چیزی رو یه جا گذاشته، یه فداکاری کرده، یه کاری کرده برای اینکه مشکلی حل بشه. یکی از بخش‌های خیلی خوب و تاثیرگذار برنامه امشب قطعاً بخش تقدیر از بلبل خمینی حاج صادق آهنگران بود. صدای آهنگران از توپ 203 بزرگترین توپ ما بود دیگه، که صادق صداش از اینم قوی تر. با نوای کاروان، با نوا. ماشاءالله ماشاءالله. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. نمیتونم آخه بی خودی که گریم نمیاد. یکی بیاد منو بزنه تا ما گریم بگیره. حالا هر کی جرأت داره پاشو بیاد. آفرین آفرین. اتوبوس تهران بوجناک بودش که من از آقای راننده تقاضا کردم، گفتم اگه امکانش هست من فیلمو بذارم، ایشون موافقت کردن. ولی متاسفانه بعد اون قضیه به 2 تا از راننده که من تو مسیر شهرستان تهران میریم، به 2 تا از راننده گفتم مخالفت کردن.
شما بچه‌های عمار سونامی دهه 90 هنر انقلاب هستید.